اون به لحظه ای از گذشته برمیگرده که توی رحم مادرشه و کاری میکنه که دیگه هیچ وقت متولد نشه. سلام، من فاطمه‌ام. به کانال یوتیوب من خوش اومدید. امروز میخوام در مورد فیلمی باهاتون صحبت کنم که ذهن خودم و مدت‌ها به خودش درگیر کرده بود. این فیلم میتونه طرز تفکر شما رو در مورد هر تصمیمی که الان میخواید بگیرید یا تصمیماتی که توی گذشته‌تون گرفته بودید به کل تغییر بده. فیلم The Butterfly Effect محصول سال 2004 با بازی اشتون کوچر. There are moments in life we choose to remember. Do you think that we'll be together forever? And some memories we can never forget. Think of it like a movie. You can pause, rewind, or slow down. Could you save the one person that mattered the most? اگر فیلمو دیدید که تا انتها همراه من باشید، چون میخوام در مورد پایان شوکه کننده که شاید متوجهش نشده باشید باهاتون صحبت کنم. این فیلم اشاره مستقیمی به یه مفهوم علمی به اسم اثر پروانه‌ای داره. اثر پروانه‌ای میگه که جایی پروانه‌ای پر میزنه و جای دیگه طوفانی به پا میشه. روونتر بخوام توضیحش بدم، میگه کوچیکترین تصمیماتی که الان شما دارید میگیرید میتونه بزرگترین عواقب و نتایج رو توی آینده‌تون بذاره و همینطور کوچکترین کارهایی که تو گذشته کرده بودید میتونه باعث شده باشه که توی حالتون تغییرات گسترده ایجاد شده باشه. این فیلم در مورد پسر جوونیه که از زندگی الان خودش راضی نیستش و احساس میکنه اگر یک سری چیزها توی گذشتهش تغییر میکرد شاید الان وضعش بهتر بود. اما یه روز اتفاقی متوجه میشه که قدرت اینو داره که به گذشته برگرده و یک سری چیزها رو تغییر بده. اما بعدها متوجه میشه که همیشه تغییر گذشته به معنای بهتر شدن زندگیش نیست. اشتون کوچر بازیگر 47 ساله‌ای که موقع فیلم برداری این فیلم 25 ساله بوده، عاشق رشته روانشناسیه و بازی کردن توی این فیلم براش یکی از مورد علاقه ترین کارهایی بوده که داشته انجام میداده و انقدر با عشق و قشنگ این نقش رو ایفا کرد. همه گفتن که هیچ بازیگر دیگه‌ای رو نمیتونیم به جای اون تصور کنیم، اینقدر که خوب توی نقشش نشسته بود. حالا میخوام برم سراغ پایان جنجالی که کسی متوجهش نشده بود. اگه تا اینجای ویدیو همراه من بودید لطفاً سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید تا از ویدیوهای جدیدم با خبر بشین، چون قراره کلی از این ویدیو داشته باشیم و ویدیو رو لایک کنید و اگر دوستش داشتید به دوستاتون هم معرفی کنید. این فیلم 4 تا پایان مختلف داره، اما دارک ترین پایانش برمیگرده به نسخه دایرکترز کات که شوکه کننده ترین پایان یک فیلم میتونه باشه. توی فیلم اصلی ایوان هر بار به گذشته برمیگرده و با یه تغییر کوچیک باعث ایجاد تغییرات بزرگی توی آیندهش میشه، اما هر بار یه جوری گند میزنه به زندگی خودش و کیلی تا جایی که دیگه آخراش دارک میشه موضوع. اگه دیده باشید دیگه کارش به تیمارستان میکشه، پاهاش قطع میشه، خیلی خلاصه اتفاقای بدی براش میفته. Honey, are you all right? You. Incredible. I lost you once and I'm not you again. I mean, you never lost. What are you talking about? میگیره برگرده به اولین لحظه ای از آشنایی خودش و کیلی و خودش رو کلن از زندگی کیلی حذف کنه. برمیگرده به لحظه ای که توی کودکیشون با هم دیگه دوست میشن و اصلا جلو نمیره، با کیلی دوست نمیشه و خب جوری که نشون میده انگار زندگیشون بهتر میشه، هم خودش هم کیلی. ولی وقتی دوباره برمیگرده به آینده میبینه که یه جا دوباره ناخواسته کیلی رو ملاقات میکنه. این نشون میده که اگر چیزی توی سرنوشت ما باشه انکار ناپذیره، یعنی هیچ جوره نمیتونیم تغییرش بدیم. حالا میخوام برسم به اون پایان جنجالی و دیوونه کننده‌ای که به ذهن هر کسی نمیرسه. مرسی که تا اینجا همراه هم بودین. اگر ویدیو رو دوست داشتین اونو لایک کنید، کانال منو سابسکرایب کنید و به دوستاتون هم معرفی کنید. بریم که در ادامه میخوام اون قسمت جنجالی دایرکترز کات رو براتون نمایش بدم. ایوان که از نتایج وحشتناک تغییر تو گذشته دیگه خیلی خسته شده، تصمیم میگیره برگرده توی رحم مادرش لحظه‌ای که جنین بوده. کاری میکنه که دیگه هیچ وقت به دنیا نیاد.
You have no... More C-section steps. Save him! Not getting enough oxygen. We're losing him. We're losing him. Before you were born, I was pregnant 3 times. But they were all stillbirths. I've kind of thought of you as my miracle baby ever since. Not again! I couldn't stand my dad, but I knew that if I went to live with my mom, I'd never see again. Kaylee, Tommy! Oh God, I missed you. I'll never let you guys go insane again. True happiness can only be achieved through sacrifice, like the sacrifices our parents have made for us to be here today. خیلی دوست دارم بدونم اگه شما همچین قدرت و توانایی داشتید که به گذشته برگردید، به کدوم نقطه از زندگیتون برمیگشتید و کجای زندگیتون رو تغییر میدادید؟ اصلا جرأت همچین کاری رو دارید؟ برام تو کامنت ها بنویسید. قشنگترین کامنت و فکر برانگیزترین کامنت رو تو آخر ویدیوی بعدیم قرار میدم. همین دیگه، حرفی نیست. زود میبینمتون.